درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دکتر همای عزیز مدیریت پلیکلینیک تخصصی دندان پزشکی آلما هم اینجا هستن. خوش اومدید دکتر. متشکرم، مرسی مجتبی جان. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنونده‌های عزیز رادیو شما. یکم میخوایم بیشتر در مورد ایمپلنت ها بدونیم. مطمئنا باز هم تموم نمیشه این بحثمون و ادامه هم خواهد داشت. خیلی جالبه قضیه ایمپلنت. یه ذره عجیبه که آدم فکر میکنه که حالا الان امروزه چی میشه که کارمون میرسه به ایمپلنت و اینجور داستانا که حالا بعدا راجبش با هم دیگه دوباره اصلا به کجا میرسه ما دندونمون رو باید بکشیم، اصلا به کجا میرسه که پامون به دنیای ایمپلنت ها باز میشه. الان دیگه قبلا شاید اگر که دندونمون درد میگرفت خیلی سالای قبل شاید اولین آپشن این بود که خب بکشیم دندونه، ولی الان دیگه واقعا دندونا رو تا جایی که امکان داشته باشه باید حفظ کنیم. خیلی حفظ خود دندون مهمه، یعنی دیگه وقتی که هیچ آپشن دیگه وجود نداشته باشه باید بریم سراغ ایمپلنت. حتی اگه یه ریشه‌ای که هیچ تاجی هم نداشته باشه وجود داشته باشه توی استخوان فک و ریشه سالمی باشه، اونو ما نگه می‌داریم و دندون رو بازسازی می‌کنیم. دیگه ایمپلنت ها زمانی هستش که دیگه مشکلات اینفکشن و اینجور چیزا پیش میاد که اون همش باز به خاطر این هستش که فکر کنید یکی دندونش خراب میشه. قبلا هم صحبتشو کردیم، پر میکنه دندونشو. اگه پرکردگی خوبی نباشه چی میشه؟ از زیرش دوباره خرابی میده، مشکلات درست میشه، به عصب میرسه. اگه عصب کشی خوبی نباشه اینفکشن میکنه و این اگه اینفکشن بکنه بعضی وقتا باز میتونیم با عصب کشی مجدد توسط متخصص این کار رو انجام بدیم. اگر اون قابل انجام نباشه دیگه مجبور میشیم که دندون رو بکشیم و وارد همون دنیای ایمپلنت که تمام اینها رو میتونیم پیشگیری کنیم ازش با مشاوره هایی که میتونیم حداقل چندین بار. من خودم توی برنامه، حتی شما که نیستید، من میگم به شنونده ها که دکتر هما گفتن حداقل دیگه 6 ماه یک بار مشاوره رو داشته باشیم که نکشه واقعا به اینجور قسمت ها. ببینید یه زمانی مثلا خیلی وقتا صحبت میشه میگن که ما بچگی بودیم، حالا 30 سال پیش 40 سال پیش یه دندانپزشک داشتیم همه کارمون رو انجام میداد. خب اون زمان بود، ولی الان تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده. چرا استفاده نکنیم از این تکنولوژی؟ وقتی که تخصص‌های مختلف اومده، تخصص عصب کشی اومده، تخصص‌های جراحی اومدن، ارتودنسی اومدن، بچه‌ها اومدن، خب بهتره که از این تخصص‌ها استفاده کنیم. بهترین خدمات رو برای ارزشمندترین چیزی که داریم، یعنی بدن خودمون در واقع بگیریم که پیشگیری کنیم از این مسائلی که پیش میاد و دقیقاً به ایمپلنت نرسه. حالا اگه به ایمپلنت رسید دیگه باز بعد ببینیم که چیکار باید بکنیم. مثلا من یه سوال دارم، این که خود ایمپلنت، واژه ایمپلنت رو اگه بخوایم خیلی کوتاه و مختصر در موردش یه تعریفی داشته باشیم چه تعریفی میتونیم داشته باشیم؟ ایمپلنت در واقع کاشت دندون مصنوعی میشه دیگه. در واقع یه پیچ مصنوعی، ایمپلنت معنیش کاشت میشه. یه پیچ مصنوعی داخل استخوان گذاشته میشه، ولی اینکه اون پیچ آهنی که داخل استخوان به جای ریشه دندون گذاشته میشه چه چیزی انتخاب بشه خیلی خیلی مهم هست که متاسفانه خیلی وقتا ما دقت نمی کنیم که این انتخاب چقدر انتخاب مهمی میتونه باشه. در واقع اگر که بخوایم فکر کنیم که موفقیت یه ایمپلنت در چی هست، اینه که اول از همه انتخاب کنید چه نوع ایمپلنتی بذارید. ممنون دکتر، همچنان در کنار شما عزیزان هستیم.